سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. با وجود نرم افزارهای مدیریت کارها و ابزارهایی مثل پیامک، ایمیل، گوشی هوشمند و یادداشت کردن نکات مهم و چسبوندن اون به در و دیوار، شاید دیگه نیازی به حفظ کردن چیزی نباشه. فقط کافیه موضوعاتی رو که براتون مهمه یادداشت کنید یا اپلیکیشن مناسبی پیدا کنید و کارهای مهمتون رو در اون ذخیره کنید. برنامه‌ای که زنگ هشدار داشته باشه و مثلا بتونه تاریخ تولد خواهرتون رو یادآوری کنه. صرف نظر از پیشرفت تکنولوژی، ما هنوزم برای سر و سامون دادن به این حجم گسترده اطلاعات و به خاطر آوردن برنامه‌های روزمره خودمون نیاز داریم برخی چیزا رو به خاطر بسپاریم. افرادی که از حافظه خودشون استفاده میکنن در مقایسه با افرادی که از این تواناییشون غافلن، زندگی بسیار موفق‌تری دارن. این برنامه رو ببینید تا با تغذیه مناسب برای تقویت حافظتون آشنا بشین. فردی رو تصور کنین که مدت 8 سال هم اتاقی شما بوده، اما شما هنوز اسم اونو به درستی به خاطر ندارین. آیا واقعاً به خاطر آوردن نام اون اینقدر سخته؟ یا اینکه کلاً در مورد همه چیز فراموش کارید و حتی ممکنه جلسه مهم کاری خودتون رو هم فراموش کنید؟ اگه اینطوره، بهتره برای کمک به خودتون دست به کار بشین. در این برنامه به طور خلاصه به 10 ماده غذایی و فواید اونها برای تقویت حافظه اشاره میکنیم. حالا بیایید بریم این مواد غذایی رو با هم بررسی کنیم. مورد اول گوجه فرنگیه. افرادی که به شدت دنبال رژیم غذایی کم کربوهیدرات هستن، باید مواد غذایی مناسبی رو برای رسوندن مواد مفید به مغز جایگزین کنن. گوجه فرنگی یکی از منابع بسیار مفیدیه که میتونه جایگزین کربوهیدرات‌ها در رژیم غذاییتون بشه. گوجه فرنگی حاوی مقدار زیادی پتاسیمه که برای ماهیچه‌ها و کاهش قند خون بسیار مفیده. همچنین این گیاه سرشار از ویتامین آ، س و مواد آنتی اکسیدانه. مورد بعدی گیاه کبره. ممکن است شنیدن نام این گیاه تعجب کرده باشین یا تا به حال حتی نام اونم نشنیده باشین. اما به شما پیشنهاد میکنیم این گیاه بسیار مفید رو به سالادتون اضافه کنید. کبرها رو میشه یکی از منابع بسیار غنی کوئرستین دونست. کوئرستین نوعی فلاوونوئید منحصر به فرده که باعث بهبود جریان خون در مغز، کاهش میزان استرس اکسیداتیو و جلوگیری از ایجاد اختلال در حافظه میشه. اگه طعم کبر رو دوست ندارین، بهتر سیب بخورین. این میوه هم سرشار از کوئرستینه. مورد بعد انگور قرمزه. انگور قرمز حاوی ترکیبیه که عملکرد حافظه رو بهبود میده. آزمایش‌های انجام شده روی موش‌ها نشون میده عملکرد حافظه در موش‌هایی که از انگور قرمز تغذیه میکنن بسیار بهتر از دیگر موش‌هاست. شاید با خودتون بگین پس خوردن مشروبات الکلی هم به همین میزان میتونه برای تقویت حافظه مفید باشه. اما باید گفت که الکل تأثیر بسیار بدی بر حافظه کوتاه مدت و مهارت‌های تصمیم گیری داره. به خاطر داشته باشین در صورت مصرف الکل حتی ممکنه خاطرات جمعه گذشته رو هم به یاد نیارین. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میرسیم به مورد بعدی که آدامس جویدنه. برخی تحقیقات نشون میدن جویدن آدامس میتونه باعث افزایش میزان هوشیاری، واکنش سریع و تمرکز در افراد بشه. آیا واقعاً جویدن آدامس به تقویت حافظه کمک میکنه؟ این احتمال وجود داره، اما کاملاً به شرایطی بستگی داره که افراد در اون قرار دارن. در برخی مدارس حتی به دانش آموزان اجازه میدن سر کلاس آدامس بجون، چون معتقدن جویدن آدامس موجب میشه نمرات دانش آموزان بهتر و تمرکز اونها در یادگیری بیشتر بشه. تو مدارس ما که اجازه نمیدادن. مورد بعدی استفاده از قهوه است. قهوه رو باید یکی از منابع سرشار از کافئین دونست. کافئین میتونه عملکرد حافظه کوتاه مدت رو بهبود و قدرت تمرکز و در نتیجه کارایی حافظه بلند مدت رو افزایش بده. از سوی دیگه برخی تحقیقات نشون میدن
بین بیماری آلزایمر و میزان مصرف قهوه رابطه منفی وجود داره. ماده مغذی بعدی زردچوبه است. این ادویه زرد رنگ از خانواده زنجبیله و حاوی نوعی ترکیب شیمیایی مغذی به نام کرکومینه. پژوهش‌های انجام شده روی حیوانات نشون میدن کرکومین از نقص شناختی جلوگیری میکنه و در بهبود عملکرد حافظه و یادگیری نقش بسیار مثبتی داره. همچنین سرعت جریان خون به مغز رو افزایش میده. اما سوال اینجاست: چطوری میتونیم این گیاه پرخاصیت رو به رژیم غذایی روزانمون اضافه کنیم؟ میتونین این ادویه رو به برنج اضافه کنید یا با خوردن انواع غذاهای هندی که حاوی مقدار زیادی زردچوبه است از فواید زیاد این گیاه بهره مند بشین. البته میتونید این ادویه رو در کپسول هم بریزید و به صورت قرص ازش استفاده کنید. مورد بعدی آجیل مخلوطه. همه آجیل ها حاوی میزان زیادی چربی سالم و مفیدن. آجیل سرشار از انواع ویتامین ها، مواد معدنی مغذی، آنتی اکسیدان و منیزیمه. منیزیم میتونه موجب بهبود عملکرد حافظه و افزایش میزان یادگیری در افراد بشه. همچنین پژوهش‌های انجام شده نشون میدن درمان با منیزیم موجب بازسازی عملکرد مغزهای آسیب دیده میشه. حالا میرسیم به ماهیای چرب، لوزی ماهی، سالمن، ماهی خالخالی و ساردین. ماهی چرب سرشار از امگا 3 و مصرف اون موجب میشه افراد در آینده کمتر دچار مشکلات و اختلالات شناختی بشن. علاوه بر این، مصرف امگا 3 موجب بالا رفتن توانایی استدلال غیر کلامی و بهبود عملکرد حافظه میشه. برخی تحقیقات ثابت میکنن مصرف ماهی ارتباط مستقیمی با بهبود عملکرد مغز داره. ماهی سالمن هم منبع بسیار خوبی از کولینه. در مورد بعدی دلیل اهمیت کولین رو توضیح میدیم. ماده مغذی بعدی که بررسی میکنیم تخم مرغه. زرده تخم مرغ سرشار از کولینه. در بدن انسان کولین اهمیت زیادی در سنتز اجزای سازنده غشای سلول ها داره. کولین برای متابولیسم و سوخت و ساز چربی ضروریه. کولین پیامرسان عصبی و وظیفه کنترل عضلانی رو بر عهده داره. این ماده غذایی مفید نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد حافظه بازی میکنه. مورد دهم و مورد آخر چای یا همون دوپینگ مغزه. چای سیاه، سفید، سبز و چای اولانگ عالی ترین نوشیدنی طبیعته. چای نوشیدنی آرامش دهنده‌ایه که به علت وجود کافئین، اسید آمینه و تانن میتونه تأثیر مثبتی بر افزایش تمرکز داشته باشه و میزان هوشیاری فرد رو بالا ببره. تحقیقات نشون میدن تانل میتونه به کاهش استرس‌های روانی کمک کنه و میزان فعالیت امواج مغزی آلفا رو هم افزایش بده. این موضوع موجب میشه فرد به آرامش بیشتری برسه. کافئین و تانن سرعت عکس‌العمل، حافظه و عملکرد شناختی مغز رو افزایش میدن. همچنین چای رو باید منبعی بسیار غنی از کوئرستین دونست. اگه نگران حافظه خودتون هستین، باید در مورد مواد خوراکی روزانه‌تون اطلاعات کافی داشته باشین. شروع روز با قهوه، تخم مرغ و مصرف سالاد مخلوط کبر و گوجه فرنگی، برای وعده نهار، نوشیدن چای در طول روز و خوردن بلوبری، انگور و ماهی برای شام، رژیم غذایی مناسبی به نظر میرسه. هیچ وقت برای تقویت حافظتون دیر نیست. اولین گام اصلاح تغذیه‌تونه. پس بهتر موادی انتخاب کنید که در سلامت جسم و تقویت حافظه شما بیشترین نقش رو دارن. اگر دوستانی دارید که میخواین اونها هم از سلامت حافظه بسیار خوبی برخوردار بشن، حتما این برنامه رو با اونها به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال: بین مصرف چای و قهوه شما کدوم رو ترجیح میدید؟ برای آشنایی با 13 ویژگی عجیب افراد بسیار باهوش بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه، باهوش باش. جوری رفتار کن که انگار هیچ کاری نمی کنی، اما مخفیانه برای آرزوهات بجنگ. پیروز و موفق و سربلند باشید.